سال 994 هجری تو آملی عبدالله نامی زندگی میکرد که یه پسری به اسم محمد داشت. محمد وقتی بزرگ میشه و میفرستنش مدرسه، چون بچه زرنگی بوده، بعد یه مدت بهش میگفتن ملا طالب. بشنویم که خود طالب چی میگه. آی اون وقت که من بیمش ماره تو همون مدرسه که طالب درس میخونده یه دختر زیبایی به اسم زهره بود که اهل چلاف بود. این دو نفر کم کم عاشق و دلبسته هم میشن. بشنویم که طالب در مورد زهره چی میگه. آی میرزا که دنی بو اموم پالی آب منو به خونس میگلی بگلی ای مثل به یارد خردنی فراوان آی که ما یه روز از اون روزای عشق و عاشقی طالب به زهره میگه آی مزهر جان رو جای آسمونی سرخ گل بهار زندگونی نارنج تتی باغ جبونی لار آهو شوکای آی بیشه یه تیرنگ و جنگل تیکا تره عاشق بایه آملی ریکا منت دستی وره مجاها کنکا مگردن ندکن کهو میره کا آی مگردن ندکن کهو میره کا. طالب گردنبند مادرش رو میده به زهره و بهش میگه جان ماره هدات لاگلی بند بیارده مهادم شه یاره دل بند ترگم به زهر جان بره خور خور دار جان ماره بیت یادگار دار. زهره خیلی خوشحال میشه، گردنبند رو از طالب میگیره و میندازه دور گردنش. اونا قسم میخورن که تا آخر عمر برای همدیگه بمونن. یادگار هدایی تلاگلی بند تلاگلی